و اصحابه اهل الصفا و الوفا. گرامی می‌داریم سالگرد ارتحال ملکوتی فقیه فرزانه، مصلح اجتماعی، شخصیت بالا مقام کشور حضرت آیت الله العظمای محسنی را و از خداوند سبحان توفیق عمل به وظایفمان در مسیر و در راستای رسالت طلبگی را تمنا دارم. سپاسگزارم از عزیزان برگزار کننده، هیئت رئیسه دانشگاه ارجمند خاتم النبیین که بزرگواری کردند، این بنده حقیر را هم قابل برای گفتگو در محضر نورانی شما سروران ارجمند قابل دانستند و دعوت کردند. همون گونه که بیان شد، موضوع گفتار بنده به اختصار حضرت آیت الله العظمای محسنی، نیازهای زمانه و اقدامات. در چند محور میخواهم این نکته ها را خدمت گرامیان تقدیم کنم. اولین نکته شناخت زمانه است، روح زمانه و ای که فضای کلی حرکت فرهنگی و تمدنی یک جامعه یا حتی جوامع همریشه و همزاد به کدام سمت درک این نیازها و به تناسب او اقداماتی که میتونه انجام بگیره، خط سیر مناسب برای حرکت‌های علمی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را هموار میکنه. در شناخت زمانه حداقل این 4 نکته کلیدی وجود داره. چه وضعیتی بر جامعه حاکمه، چه چیزهای نیاز و در عین حال خواست و مطلوب جامعه به حساب می آید، جامعه از چه چیزهای رنجیده خاطره و میخواد از اون مشکلات رهایی پیدا کنه یا احیانا همه حالا هم میرنجه، و از طرف دیگر مقتضیات و موانع حال و آینده ما کدام. وقت سخن از زمانه به میان می آید، مراد تقدیم تاریخ نیست، مراد شیب حرکت کلان اجتماعی است که کدام مسیر و کدام سمت را دنبال میکنه. ما در این 100 سال و بلکه 200 سال اخیر رنج‌های مزمنی را تجربه کردیم، میدانیم، رنج‌های کلان، رنج‌های خرد در سطح ملی، در سطح محلی، رنج‌های جهل، ظلم، تجاوز بیگانگان، تفرقه داخلی و احیانا ولنگاری فرهنگی. اینا مهمترین رنج‌های ماست که اگر تانستیم اینا رو مورد توجه قرار بدیم، بعد مسائل بعدی دیگری که داریم همانند وضعیت اقتصادی، فقر و امور دیگری که مبتنی بر این مسائل، اون وقت خودش به خوبی نشان میده و جایش باز میکنه که چطور میتونیم حرکت کنیم. اما نیازهای حیاتی کشور را اگر پس از اشغال شوروی و پیروزی مجاهدین بخوایم تحلیل کنیم، در همین چند نکته کلیدی می‌گنجه. اولیش رشد فکریه، خردمندیه. این خردمندی هم در عرصه فردی و هم در عرصه اجتماعی از یک گل بهار نمیشه. اگر احیانا افرادی در سطح فردی رشد اجتماعی پیدا کرده باشند ولی جامعه به رشادت نرسیده باشه، آهنگ حرکت جامعه سمت و سوی رشید نداشته باشه، به سمت جهالت و سفاهت و رذالت و سایر مفاهیم ناخوشایند حرکت بکنه، طبیعیه که اون چند نفر هم گرفتار مشکل خواهند شد. بنابراین اولین و مهمترین نیازی که ما داریم رشد فکریه. اصلا انبیا آمدن برای اینکه عقل بشر کامل شه.
به تعبیر امیر مؤمنان علی بن ابی طالب سلام الله علیه: و واتر الیهم انبیاءه لیستهدوهم میثاق فطرته و یذکروهم منسی نعمته و یحتج علیهم بالتبلیغ و یثیر لهم دفائن العقول. انبیا آمدن تا عقل بشر تکمیل شد، نیامدن تا عقل بشر تعطیل شد. تعطیلی عقل بشر در راستای حرکت انبیای عظام الهی نبود. همه دعوت به تعقل، تفقه، تذکر، تبصر، تدبر، اعتبار، عبرتگیری و دیگر مفاهیم مشابه بود. پس یک نیاز اساسی اینه تا زمانی که در قریه ها و قصبات، نه فقط در شهرهای بزرگ، چون افغانستان فقط کابل و بلخ و هرات و غزنه و مراکز مهم شهر نیست، تک تک قریه ها و دهاتی که در این دیار و در این سرزمین حضور داره، اینجا اگر مدنیت، عقلانیت، خردورزی، رشد همه جانبه فردی و اجتماعی و به تعبیر امروزی ها خردمندی حاکم شد و در عین حال ترجیح منافع کلان امت اسلامی و منافع کلان ملی بر منافع قومی، قبیله‌ای و باندی ارجحیت پیدا کرد و ترجیح داده شد، در چنین حالت اون وقت میتونیم انتظار عقلانیت داشته باشیم. این یک نیاز عمده. ما از نان شب واجبتریم به دانایی، از نان شب نیازمندتریم به رشد فکر و عقل و خرد. دومیش بحث عدالت اجتماعی. انبیا آمدن برای این که خود مردم اقامه به قسط کنند. و انزلنا علیکم الکتاب و المیزان لیقوم علیهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. مردم اقامه عدل کنند، اقامه قسط کنند، عدالت در ابعاد مختلف، هم توزیع عادلانه امکانات و هم ایجاد فرصت‌های برابر، هم رفع فقر از جامعه که در هیچ جای از جامعه کسی رنج گرسنگی را تحمل نکنه. این درد ما، درد دوم ما بود در جامعه که به هر میزان عدالت در جامعه حاکم شه، به همون میزان هم انسان میتونه سمت و سوی پاکیزه رو برای خودش رقم بزنه و انتظار بکشه. سومین نکته‌ای که وجود داره و نیاز اساسی همه جوامع را تشکیل میده و در جامعه ما امروز خودشو بیشتر نشان میده، بحث مربوط به همپذیری، همزیستی مسالمت آمیزه. اینکه رنگین کمان اقوام در دیار در کنار هم بتونن مؤمنانه، برادرانه، بر مبنای آموزه متعالی قرآنی که فرمود انما المؤمنون اخوه، برادرانه بتونن زیست کنن، کسی بر دیگری تفاخر، تکبر، خودبرتربینی و نسبت به دیگران تحقیر کردن را در دستور کار خودش قرار نده. و نیاز چهارم جامعه ما حفظ هویت هاست، چون جامعه امروز تعاملش با بیگانگان و بیرونی ها زیاد شده. گذشت تو زمانی که احیانا ما مناسبات اجتماعیمون، مناسبات فرهنگیمون مناسبات خاصی بود. امروز دنیا دهکده کوچکی شده، ارتباطات سریع، ارتباطات وسیع، همه جانبه است. نسل زد به اصطلاح جامعه شناسان سر و کارشون با فضای مجازی تا دیده همین الگوهای جامع و بین المللی و فرامرزی موجود در فضای مجازی را دیده. پس بحث مربوط به حفظ هویت و اصالت‌های فرهنگی نیاز دیگری ماست که یک زمان گرفتار استحاله فرهنگی نشیم، گرفتار دیگردیسی فرهنگی نشیم، گرفتار مشکلات غیر قابل پذیرش در روابط اجتماعی و انسانی نشیم. خب این نیازهای موجود در جامعه ما در نه 100 سال اخیر بلکه بیشتر از 100 سال اخیره، از زمان مخصوصا از زمانی که امان الله خان آهنگ نوگرایی را در این دیار نواخت و امروز به هر حال کم و بیش مسئله خودش همیشه نشان داده و نشان میده. اما اقداماتی که حضرت آیت الله العظمای محسنی در این زمینه انجام داد، یک نکته اینجا یادآوری کنم. شخصیت افراد از منظرهای مختلف قابل تحلیل، قابل بررسی.
از منظر سیاسی قابل بررسیه، از منظر فرهنگی قابل بررسیه، از منظر شخصیتی و شخصی قابل بررسیه. هر کدوم اینها در جای خودش. اگر سروران گرامی قبلا به بنده میگفتن، سعی میکردم در باب مسائل صرفاً علمی ورود پیدا کنم و یک از بحث‌های ارجمندی که ایشان در بحث‌های مختلف رجالی، حدیث شناسی، کلامی و احیانا اجتماعی داشتن، اونها را مورد توجه قرار میدادم و بر اساس مبانی و نگاه‌های معظم له گفته‌های را آماده میکردم. ولی از اونجایی که المسافر و کالمجنون در سفر عزیزان یادآوری کردند که به هر حال خدمت عزیزان باشیم و عرض ارادت و ادای دین داشته باشیم، لذا همین بحث‌های فرهنگی که یک مقدار حضور ذهن داشتم محضر عزیزان تقدیم میکنم. اولین کاری که میشه به عنوان یک کارنامه درخشان در پرونده فعالیت‌های فرهنگی آیت الله برشمرد، تأسیس یا پشتیبانی از نهادهای معتبر علمیه. قوام جامعه به تعبیر خواجه نصیر طوسی با قلم و طلا و شمشیر، جامعه‌ای که درش قلم درست میچرخه، طلا در گردشه، شمشیرش به سمت کسانی که میخواهند عزت و عظمت و اقتدار و کرامت اجتماعی و انسانی را هدف بگیرن نشانه میره. او جامعه عزیزه، او جامعه رو به رشده، او جامعه رو به تحوله. حالا اگر تقسیم کار کنیم، هر کسی بخشی از کارها رو بر عهده بگیره، طلا را به بازاریان و تاجران بسپاریم، بحث شمشیر را به کسانی که نظام و اردو دستشونه، مسائل امنیتی را دنبال میکنن، بحث علم و قلم مال عالمان دینی است. تأسیس حوزه علمیه خاتم النبیین، تأسیس حوزه علمیه ام المؤمنین خدیجه الکبری و تأسیس یا حمایت از دانشگاه پر افتخار خاتم النبیین، اولین و یک از مهمترین کارهای فرهنگی ایشانه که در این زمینه کارکردی که داره، نتایجی که داره، برکاتی که داره، میتونه اون بخش اولی که رشد فکری را مطمع نظر قرار دادیم دنبال کنه. تا زمانی که فقر معرفتی برطرف نشده، تا زمانی که جهل برطرف نشده، انسان‌ها مسئولیت پذیر نمیشن، انسان‌ها وطن دوست نمیشن، انسان‌ها راه درست زندگی و بندگی را فرا نمیگیرن، انسان‌ها رشادت پیدا نمی‌کنند. قرآن مجید فرمود تلک الامثال نضربها للناس و ما یعقلها الا العالمون. جز عالمان، دانشمندان نمیتونن اون لطایف، ظرایف، زیبایی‌ها و عمق آنچه که در قول و فعل خدای سبحان جریان داره رو به خوبی بفهمند. تأسیس حوزه و دانشگاه، حوزه علمیه برادران و خواهران در همین راستا برای کم کردن جهل، گم کردن جهل، برای اشاعه دانایی، برای اشاعه فضیلت، چون فرمود العلم مجله، العلم سلطان، العلم نور. وقتی علم اقتدار، علم نور، علم جلاست، نمیتونیم نسبت به او بی‌اعتنا باشیم. جامعه‌ای که عالم حتی اگر بیل برمیداره، عالمانه برمیداره، کار انجام میده، عالمانه انجام میده. به هیچ عنوان انسان از طریق جهل و جهالت نتونسته کار انجام بده که ما جامعه دوم باشیم. هر زمان آگاهی در جامعه توسعه پیدا کرد، افزون بر مراکز شهرها، افزون بر ولایت‌های درجه یک و مادر، در قریه ها و قصبات و دهات ورود پیدا کرد. اون زمان ما انتظار بالندگی، انتظار شکوفایی، انتظاری که هر فرد وطنش دوست بداره، از دره ذوالفقار تا بندر ترخم، از استنبولدک تا اسلام قلعه، همه را دیار خودش تلقی کنه و این سرزمین را، وطن خودش و حب وطن را هم نشانه های ایمان تلقی کنه. اون وقت ما میتونیم انتظار سعادت و خوشبختی را برای جامعه داشته باشیم. این کار نیازمند تحلیل مفصل تره. اینکه واقعا یک نهادی، وقتی نهاد علمی در یک جایی چراغش روشن میشه، چراغ جهل، ظلم، قساوت و حتی بی‌عدالتی، حالا عرض خواهم کرد در
محور دوم که چگونه از طریق تأسیس دانشگاه ما بی‌عدالتی رو هم در جامعه میتونیم ریشه کن کنیم. نکته بسیار لطیف و مهمیه که در این زمینه باید حواس همه ما جمع باشه. هر زمان ما شناختمون از همدیگر بیشتر شد، هر زمان فهمیدیم که ما خدمتمون به جامعه در راستای رفع گره‌ها و مشکلات، اسر و اغلالی که بر پای امت و ملت بسته شده در اون مسیر قرار گرفت، خدای سبحان هم حمایت خواهد کرد. ان تنصروا الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. نکته دومی که در کارنامه حضرت آیت الله وجود داره تأسیس شورای اخوت. خب این تکه بحث معرفت افزایی، دانش افزایی، بی تردید به فضیلتگرایی منتهی میشه، بی تردید به همپذیری منتهی میشه، به عدالت هم منتهی میشه که الان عرض خواهم کرد. شورای اخوت، جامعه ما بخواهیم یا نخواهیم، در طول 14 قرن گذشته تفاوت‌هایی در مسائل فکری، فرهنگی، اجتماعی داشته. ما در کلام اسلامی یک طیفی از اندیشه ها رو داریم، از اندیشه کلامی معتزلی تا اندیشه کلامی ماتوریدی که احناف عزیز ما در افغانستان و آسیای میانه بیشتر تابع مکتب ابو منصور ماتوریدی هستند، تا ابوالحسن اشعری و مکتب اشعری و مکتب طحاوی در مصر، تا اندیشه امامی، یک طیف از اندیشه های رنگارنگ کلامی را ما در تاریخ کلام اسلامی تجربه کردیم. در عرصه فقه هم همون گونه که مکتب فقهی اهل بیت به پرچمداری حضرت امام صادق سلام الله علیه جریان داشته، مکتب‌های فقهی در میان اهل سنت جاری بوده و هست. امام مالک، امام احمد، امام ابو حنیفه، امام احمد ابن حنبل رضوان الله تعالی علیهم اجمعین و سایر فقیهان نامداری که هر کدوم کوششین خرمن این گرامیان و بزرگواران بودند، جامعه تا امروز در اقصا نقاط عالم اسلامی تابع این مکاتب بودند هستند. به لحاظ طریقتی هم جریان‌های مختلفی ما در جهان اسلام داشتیم و در خود افغانستان هم ما نقشبندیه، قادریه، سهروردیه، چشتیه و مجموعه‌های مختلف رو داشتیم و داریم. این تنوع رو نه کسی میتونه منکر شه، نه کسی میتونه با متورم کردن رگ‌های گردن از میان بردارد. دلایل قوی باید و معنوی، نه رگ‌های گردن به حجت قوی، و نه کسی میتونه نسبت به اینها بی‌مهر و بی‌توجه باشه. اما اخوت، کنار هم نشستن، با هم پیاله چای خوردن، آب و نمک همدیگر را خوردن، تنش‌ها را کم میکنه، تعصبات را کم میکنه. هرچی دو انسان از هم شناختشان بیشتر شه، سوگیری ها و تعصب‌هایشان کمتر خواهد شد. و به هر میزانی که احیانا این مکتب نکته را اگر با اون نکته قبلی همراه کنیم، بحث تأسیس نهادهای علمی، شناخت به صورت علمی اگر زیاد شد در اون بخش اول اتفاق میفته و شناخت عملی بخواد شکل بگیره در این قسمت دوم که بحث کنار هم قرار گرفتن باشه رخ میده، بحث اخوت اسلامی. وقتی در عمل کنار هم قرار گرفتیم میفهمیم چه اندازه شباهت داریم. بعد از کشف شباهت ها اون وقت بحث همگرایی ها افزون میشه، همپذیری ها افزون میشه، هماهنگی ها افزون میشه، همزیستی مسالمت آمیز افزون میشه. اون وقت همون چیزیه که خداوند وقتی فرمود یدالله، آقا رسول الله فرمود یدالله مع الجماعه، اون وقت خداوند ما را جمع میکنه، یجمعنا ربنا. و وقتی خداوند جمع کرد یدالله مع الجماعه شد، در هر کار موفق بشیم، چون اون دست اضافی که در کنار ما آمده دست خداست. وقتی دست خدا بود در نتیجه گرفتار مشکل نخواهیم شد. اما زمانی که ما بر اساس قومیت، بر اساس نژاد، بر اساس قبیله، بر اساس فرقه، بر اساس برداشت‌های خاصی که از فقه و فقاهت داریم در مبنای او بخواهیم در جامعه عمل کنیم، پیش بریم، دیگران رو به نحوی یا نبینیم یا اگر دیدیم بسیار حقیر ببینیم، اون وقتی که اول بدبختی جامعه شروع میشه. زمانی انسان ها میتونن
هم‌افزاییشان رو به تعالی باشه، برکت داشته باشه که بر مبنای اتحاد و وحدت و بر مبنای خدامحوری حرکت کرده باشه. ان تقوموا لله مثنا و فرادا قل انما اعظکم بواحده. وقتی این واحده، یگانه گرایی، مسیر خدا شد، مقصد خدا شد، راه همراهیه که خدای سبحان مقرر کرده، اون وقت شکی وجود نداره که انسان رو به اقتدار میره، این جامعه هم رو به اقتدار میره. وقتی سنت لا یتغیر الهی رو مورد توجه قرار بدیم که فرمود ولا تنازعوا و تفشلوا و تذهب ریحکم، اون وقت میفهمیم که چه اندازه اختلاف و آتش تفرقه میتونه ملت ما را، مملکت ما را، جامعه ما را به سمت قهقرا بکشانه. جامعه ای که یک روز حالا همین تالار مسماست به ابو ریحان البیرونی، این شهر صنایع رو در خودش دیده، بزرگان دیگر رو در خودش دیده، عظمت را دیده، ابو حجویری جلابی غزنوی رو در خودش دیده و کسانی دیگری را که حالا نام اگر ببریم به ستاره های آسمان تنه میزنه، نام های نامی و عزیزانی که در این دیار بوده. امروز وضعیت ما اگر قابل پذیرش نیست، پس ببینیم ریشه در کجاست. بخش عمده این ناملایمات برمیگرده به نوع نگاهی که ما به همدیگر داریم. وقتی از عینک نژاد به یکدیگر نگاه کردیم، وقتی از عینک شمال جنوب به یکدیگر نگاه کردیم، وقتی از زبان و لهجه به یکدیگر نگاه کردیم، وقتی از حزب و احزابی که به نظرم حالا در اون دوران جهاد کارکرد بسیار ارجمندی داشتن، اما بعد از او حزبگرایی در جامعه ما شاید مبتذل‌ترین مدل حزبگرایی و حزبسازی در کل دنیا باشه. عذرخواهی میکنم، شاید پیشکسوتان جهاد و شهادت اینجا حضور داشته باشن، یک زمانی این تعبیر بنده برای او عزیزان سخت و تلخ تمام نشه. واقعیت ماجرا اینه که حزبگرایی در جامعه ما حزبگرایی بر مدار اهداف کلان و بلندی که بتونه در جامعه تعالی و نشاط و بالندگی و شکوفایی به وجود بیاره رو نبوده، بلکه به جان هم افتادیم، به سر و کله همدیگر زدیم، تارومار کردیم، دودش به چشم جامعه رفته و امروز ثمرش بالای 10-12 میلیون مهاجریه که در کره خاکی پخش و خلاص، بالای 4-5 میلیون معتادیه که در سطح کشور سرگردان و پریشانه، بالای چندین میلیون معلول و آواره و بیچاره و بیپناهیه که در جامعه داریم. و از او بالاتر، از سطح ملی اگر بالاتر بریم، در سطح بین الملل امت اسلامی امروز یک مجموعه جعلی بی سرزمینی که آمده مسلمانان را از سرزمینشان آواره کرده، یهودیان جاسوس و آدمکش، یهودیانی که اگر زور داشته باشن آدم میکشن، اگر ناتوان باشن جاسوسی میکنن، میاین رهبران مسلمان را ترور میکنن، به شهادت میرسانن. از 2 میلیارد آدم در کره خاکی صدا بر نمیآید. چرا این گونه این ما؟ این عظمت ما کجا رفته؟ فتفشلوا و تذهب ریحکم به معنای دقیق کلمه هویداست. 6 میلیون مهاجر بی همه چیزی، بی همه کس از گوشه و کنار دنیا جمع شده، حالا آمده 2 میلیارد آدم را به گونه‌ای سعی کرده به حاشیه برانه که اصلا نه در سازمان ملل حرفش شنیده شد، نه در جامعه حرفش شنیده شد و نه در فضای کلان امت اسلامی حتی یک همگرایی در میانشون وجود داشته باشه. اینو باید مورد توجه قرار بدیم. رحمت خدا و رایت الله طرح ایده اتحاد جماهیر اسلامی که در اون گذشته ها طرح کرده بودن و البته پیگیری چندانی نشد، این میتونست و میتونه بخش عمده از مشکلات ما را رفع کنه. و نکته سوم که بخش پایانی ارزم را تشکیل میده، تأسیس شبکه جهانی تلویزیون تمدنه. اون طرف عرض کردیم بحث هویت، اصالت فرهنگی، مقابله با ولنگاری، مقابله با وادادگی، مقابله با پلشتی، مقابله با فرهنگ برهنگی و برهنگی فرهنگی. مجموعه این مسائل رو نگاه کنیم. اون وقت تلویزیون، شما اهل فنید، اساتید بزرگوار حضور دارن، عالمان ارجمند حضور دارن. رسانه فقط ویترین نیست، فقط گزارشگر نیست. رسانه سبک زندگی مردم را تشکیل میده، رسانه هویت مردم را تشکیل میده، رسانه جهتگیری مردم را تشکیل میده، رسانه هویت سازه.
رسانه گاهی دفع الاثر میکنه و گاهی رفع الخطر میکنه، یا برعکس رفع الاثر و دفع الخطر. گاهی رسانه های بیگانه اگر تهاجم کرد، فرهنگ بیگانه اگر تهاجم کرد، یک رسانه مؤمن، مذهبی، متعهد، معطوف به اهداف و آرمانهای کلان و بلند ایمانی و وحیانی و توحیدی سعی میکنه یا دفع الضرر کنه یا رفع الخطر کنه. اون خطری که آمده از بیخ گوش جامعه رو رد کنه یا نگذاره که احیانا خطرها جامعه رو تهدید کنه. شما داشتید و دارید رسانه هایی را که برای ایمان جوانان عزیز ما برنامه داشتند و دارن. دخترک محجوب و مؤدب و متدین فراهی و هلمندی و بامیانی و غوری و قندهاری و کابلی ما را نیمه برهنه رقصاندند و آوازخوانی را در جامعه ترویج کردند. این رسانه ها هم داریم. از اون طرف مرزها هم بیشتر از اینها را حمایت میکنن، تفرقه اندازی میکنن. رسانه های بودجهشون از یک نهاد میآید، گاه به نام شیعه گاه به نام سنی، مسلمانان را به جان هم میاندازند. اگر یک رسانه پاکیزه، یک رسانه فاخر، یک رسانه‌ای که دارای تولید محتوای متعالی است در جمع باشه، تمام اثرهای اینها را خنثی میکنه، پادزهر میشه، میتونه مشکلات را کم کنه و از میان برداره. طبیعیه که در یک جامعه اگر بخواهیم فرهنگ را نهادینه کنیم، باید زمینه پذیرش فرهنگی را به وجود بیاریم. اگر زمینه پذیرش فرهنگی به وجود بیاره، با منبر امثال بنده در یک ده دور افتاده، این امکان پذیر نیست. حد اکثر اونجا ممکنه برای 4 تا عزیزی که در اون منبر حضور داره میتونه یک مسئله را به سمت پذیرش اجتماعی سوق بده و به سمت حرکت کنه که در نهایت جامعه یک فرهنگی را بپذیرند. ولی وقتی یک رسانه میآید، این رسانه قدرتی ای را داره، قدرت نرم. این قدرت نرم ظرفیتی ای را داره که در سطح کلان ملی و بلکه فراملی مهندسی افکار عمومی کنه، خط‌دهی کنه، جهت‌دهی کنه. و اگر دقت کنید وقتی تهاجم فرهنگی اتفاق میفته، در گام اول سعی میکنن که فرهنگ ملت هدف را به خوبی بشناسن، آداب و رسومشان را بشناسن، عنعناتشان را بشناسن، گسل‌هایی که احیانا میتونه در اون جامعه فعال باشه، اون گسل‌ها را بشناسن و انگولک کنن، روز به روز سمت این حرکت کنن که اون گسل‌ها فعالتر شه و احیانا جامعه روی خوشی را نبینه. وقتی شناخت دقیق از جامعه پیدا کردن، در گام دوم اون ملت رو بی‌هویت میکنن. ملتی که بی‌هویت شد، اون وقت به هر هویتی تن خواهد داد، همه رعا خواهد شد، به هر مسیری که بخوانند به همون سمت خواهد رفت. اما وقتی یک رسانه با تولید محتوای فاخر، با جهتگیری درست، با شناخت دقیق از اهداف جامعه خودش، با شناخت دقیق از تنوع‌هایی که در جامعه وجود داره، ای که به تعبیر قرآن مجید یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم، این را میدانه، میفهمه، اون وقت دنبال اینه که در گام اول همه فرهنگ ها را بشناسه، در گام دوم به همه فرهنگ هایی که مبتنی بر اصالت هاست احترام بگذاره و احیانا خرافه، اوهام، مجهولاتی که وجود داره اینا را با ظرافت تمام کاری بکنه که از جامعه رخت بربنده و از اون طرف در مقابل اندیشه های غلط وارداتی، اونایی که جان مردم، ایمان مردم، هدف مردم، آرمان مردم، حیثیت مردم، هویت مردم، کرامت مردم، عزت مردم و اقتدار مردم را نشانه گرفتن، در برابر اونها ایستاد شه، اون وقت زمینه را فراهم میکنه برای اینکه جامعه رو به بالندگی بره. عرضم رو جمع کنم. ما نیازهایی در جامعه داشتیم که جهل و فقر و بی‌عدالتی و ناهمپذیری رنج‌های ما بود. از اون طرف هم آرمان‌های ما همون ضد اینها، عدالت و معرفت و فضیلت و همپذیری و اخوت در بخش‌های مختلف و حفظ هویت و اصالت فرهنگی. اقداماتی که حضرت آیت الله العظمی محسنی در دوران پس از جهاد با شوروی انجام دادند و مخصوصا در این 16-17 سال اخیر که فرصت دوباره فراهم شد برای تنفس مجدد عالمان ارجمند دینی، این سه کار موندگار را
انجام دادن که هر کدام بخشی از اون نیازهایی که در جامعه وجود داشت مورد نظر قرار داد و در یک اقتدار نرم به سمت حرکت کرد که انشاءالله میتونیم بگیم مصداق آیه متبرک قرآنی است که فرمود ضرب الله مثلا کلمة طیبه کشجرة طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السماء. امیدوارم که جمع شما فرزانگان، عالمان بزرگوار، استادان ارجمند دانشگاه، معلمان و مربیان و متنفذان این ولایت باستانی و ارجمند بتونن در مسیر مورد رضای خدای سبحان گام بردارن و روز به روز استکاکات موجود در جامعه را به حد اقل برسانن، همگرایی، همپذیری، همافزایی را در دستور کار قرار بدن، دانش اندوزی، دانش آموزی و فرزانگی و فرهمندی و عقلانیت را که خواست خدای سبحانه لعلکم تعقلون، لعلهم یعقلون، موارد مختلف از این دست که در قرآن مجید آمده در جامعه نهادینه بشه. برادروار ما زندگی داشته باشیم که در اون زندگی اصالت‌های فرهنگی ما محفوظ بمانه، هویت ما محفوظ بمانه، دین ما محفوظ بمانه، زندگی در دیار خودمون با آرامش تمام ادامه پیدا کنه، در هر کجای دیار هر کسی که میره با هر زبان و لهجه همدیگر را انشاءالله برادر بدانند و به پیمانه همون حق برادری که به گردن هم دارن نسبت به هم عمل کنند. عذرخواهی میکنم از تصدیحی که به عمل آمد و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عذرخواهی دوم از این که من حرفای خودم رو زدم، اما چون مسافرم از اساتید بزرگوار از جناب مفتی کاوش و از حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد معتمدی محروم شدم. از جمع نورانی شما هم عذرخواهی میکنم چون مسافرم باید به مسیر ادامه بدم. همینجا از همه شما خداحافظی میکنم.